سرخط مهمترین خبرها: سرازیر شدن نقلیات به دریا، در داخل ماشین 7 کس بوده است. واخوری نمایندگان مرزبانی تاجیکستان و قرقیزستان بعد یک روز حادثه در مرز. و فرود اضطراری هواپیمای بارکش در فرودگاه استانبول. درود بینندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 10 از زمان مولا رجب یوسفی با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستم. امروز 9 می سال 2024 است. امروز 9 می در تاجیکستان و برخی کشورهای سابق شوروی روز غلبه در جنگ دوم جهان جشن گرفته می شود. به این مناسبت امروز در دوشنبه هم یک راهپیمایی در نظر داشته شده است. شفقت میرزایف، مسئول اتفاق سربازان اینترنشنالیست در تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت آنها از خواهشمندان دعوت کردند که ساعت 9 در نزد تئاتر اپرا و بالت شهر دوشنبه جمع شوند. به گفته میرزایف آنها عکس اشتراکیان جنگ در دست تا باقی غلبه می روند، اما حالا معلوم نیست که مثل سالهای گذشته چهاربینی پولک ابدی برگزار می شود یا نه. در روسیه و قرقیزستان امسال برگزار این چهاربینی را منع کردند و همین طور امروز در شهر مسکو پایتخت روسیه گذشت نظامی برگزار می شود. رسانه های روسیه نوشتند در گذشت نظامی 9000 نفر اشتراک می کنند. چهاربینی ساعت 10 به وقت مسکو آغاز می شود. رهبران بلاروس، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و کوبا در مراسم شرکت می کنند. نخست وزیر ارمنستان و پرزیدنت آذربایجان به این چهاربینی نآمدند. بینندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره در برنامه اخبار تقدیمتان می شود. در نتیجه به دریا سرازیر شدن یک نقلیات در راه دوشنبه چنداق چند نفر به هلاکت رسیدند. دفتر مطبوعات شرکت اینوویتیو رود سولوشن یا آیرس گفت راننده ماشین اوپل زفیر از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده و نقلیات در حدود ناحیه عینی از بلندی به دریا رفته است. با گفته منبع تا این دم جسد 3 نفر پیدا شده، جستجوی مسافران دیگر ادامه دارد. نزدیکان یک از فهمیدگان گفته است در داخل نقلیات 7 نفر بودند. یک همصحبت آگاه از حادثه به رادیوی آزادی گفت که در داخل ماشین 7 نفر بودند که از جمله 2 زن و 1 کودک. بعد یک تیرپرانی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان و زخمی شدن یک آموزگار تاجیک، نمایندگان نهادهای قدرتی دو کشور واخوردند. دفتر مطبوعاتی حکومت ولایت سوغد 8 می خبر داد که دیدار رهبران بخش‌های مرزبانی ولایت سوغد تاجیکستان و بادکنی قرقیزستان روز 8 می برگزار شد. در خبرنامه رسمی آمده است دو طرف درباره سبب‌های رخ دادن نافهمی میان شهروندان و مرزبانان دو کشور و رفتار ساکنان محلی در وقت چرانیدن چاروا صحبت کردند. مقامات گفتند که نمایندگان اداره‌های مرزبانی دو طرف چگونه پیشگیری کردن نزاع در مرز را هم بررسی کردند. از جمله حکومت‌های محلی موظف شدند که برای زیاد کردن کارهای فهماندهی در منطقه‌های نزد مرزی و نگهداری مناسبات همسایگی کار کنند. در خبرنامه رسمی حکومت ولایت سوغد چیزی درباره تیر خوردن آموزگار از ناحیه جبار رسولوف گفته نشده است. همچنین معلوم نیست که دو طرف در این باره چی گفتند. روز 7 می در نتیجه تیرپرانی در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان، عالمجان عبداللهیف آموزگار 34 ساله از ناحیه جبار رسولوف زخمی و در بیمارستان بستری شد. خدمات مرزبانی قرقیزستان گفت حادثه پس از آن رخ داد که چوپان‌های تاجیک حدود آن کشور را گذشته به امر سرحدبانان گوش ندادند و به طرف آنها سنگ پرتافته و 2-3 دفعه تیر خالی کردند. نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در اظهارات گفت عالمجان عبداللهیف با شنیدن بازداشت پسرش رمضان عبداللهیف به خط مرز رفت تا قضیه را دقیق و به نظامیان قرقیز در دهه سولیوکتا مراجعت کند. سبب بازداشت رمضان عبداللهیف معلوم نیست. خبرگزاری از پلوس از قبل معاون رئیس ناحیه جبار رسولوف نوشت این وضع آموزگار در بیمارستان معتدل است و ممکن است او را به زودی به خانه رخصت دهند. روز چهارشنبه در فرودگاه استانبول یک هواپیمای بارکش موفق شد که تنها با 2 چرخ عقب با موفقیت به زمین نشیند. مقامداران ترکیه تفتیش حادثه را شروع کردند. گزارش ما در همین باره است. هواپیمای بارکش باینگ 767 شرکت فدکس ایالات متحده آمریکا بدون چرخ پیش با استفاده تنها از 2 چرخ عقب در فرودگاه استانبولی ترکیه به زمین نشست.
وزارت نقلیات ترکیه میگوید حادثه 8 می به وقوع پیوست و کسی جراحت نبرداشته است. قبل از نشست هواپیما خدمات نجات و آتش نشانی فرودگاه به پیشواز هواپیما صف کشیدند. مسئول فرودگاه استانبول میگوید تفتیش حادثه شروع شده است. حالا نمیتوان گفت که کی هواپیما از خط نشست و پرواز بیرون کشیده می شود. ابتدا باید تفتیش صورت گیرد. سپس شرکت هوایی تصمیم گیرد که با هواپیما چیکار میکند. بعد مقامات بیخطری پروازهای فرودگاه استانبول هواپیما را به جای دیگر انتقال میدهند. خبرگزاری ریترز می نویسد که اثنای نشست هواپیما چند ثانیه با دوچرخ پا بر جا بوده، سپس نولش به زمین برخورده است. ظاهراً بعدی برخورد به زمین آتش پاره‌ها و دود به چشم خورده است، ولی خدمات آتش نشانی فواره‌های آب را به طرف هواپیما روانه کرده آن را بی خطر نمودند. تا حال منصبداران ترک در این باره اظهارات پخش نکردند. طبق اطلاع رسیده باینگ 767 10 سال این جانب در انتقال بار استفاده شده است. فرودگاه استانبول یک چند خط پرواز و نشست دارد و بعد این حادثه خطهای دیگر استفاده شدند. ارمنستان مبلغ گذاری به سازمان پیمان امنیتی دست جمعی ADKB را باز می دارد. در این باره روز 8 می انی بدلیان نماینده وزارت کارهای خارجی ارمنستان خبر داد. این مقامدار ارمنی گفت کشورش از امضای بودجه سازمان پیمان امنیتی دست جمعی برای سال 2024 خودداری کرد و به همین ترتیب از مبلغ گذاری چاره‌بینی‌های عمومی سازمان دست کشید. انی بدلیان همچنین گفت قصد ندارند مانع شرکت دیگر کشورهای عضو از اجرای عهده‌داری‌های خود شوند. یریوان بیش از یک سال است که از شرکت در واخوری رهبران سازمان پیمان امنیتی دست جمعی و تمرین‌های یکجایی این سازمان خودداری می‌کند. ناراضگی ارمنستان بعد از آن زیاد شد که این سازمان نظامی زیر نظر روسیه نتوانست در برابر حمله آذربایجان از این کشور حمایت کنند. روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان اعضای این سازمان زیر نفوذ مسکو هستند. پرچم قزاقستان در پایگاه حفظ صلح فور در بلندی‌های جولان ضمن یک مراسم برافراخته شد. در مراسم فرمانده مأموریت گنرال لتنان کورمال نیرمال و رهبران هیئت‌های پاسداری صلح اشتراک کردند. وزارت دفاع قزاقستان 16 مارس خبر داده بود که نظامی‌های این کشور به بلندی‌های جولان رسیدند. دسته قزاقستان از 139 نظامی عبارت است. این نظامی‌ها با ماشین‌های زره‌پوش، ماشین‌های باربر نوع کمز، میکروآفتابوس و دیگر تکنیک تامین هستند. بلندی‌های جولان منطقه‌ای در مرز سوریه و اسرائیل است. آن بعدی به پایان رسیدن جنگ 6 روزه سال 1967 به اختیار اسرائیل گذشت، اما بیشتر کشورهای جهان بلندی‌ها را جزء قلمرو اسرائیل نمی‌حسابند. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان بقازاده تماشا کنید که مهمترین واقعه‌های تاریخی در روز 9 می را فرا می‌گیرد. 9 می سال 1916 هنرپیشه مردمی اتحاد شوروی غفار ولامتزاده تولد شده است که در 77 سال عمرش برای رشد هنری بالت و بعداً رقص ملی تاجیکی زحمتی زیاد کشیده است. او از اولین نمایندگان تاجیکستان بود که تا سالهای 50 در تئاتر بلشوی مسکو تجربه آموخته در دانشگاه گیتیس هنری استادی بالت را آموخته است. مهمترین خدمتش تأسیس نخستین انسامبل رقص ملی لالا در سال 1963 می باشد. 9 می سال 1945 در قلمرو سابق اتحاد شوروی عید غلبه بر فاشیسم و پیروزی در جنگ دوم جهان جشن گرفته می شود. جنگی که از حمله رژیم فاشیستی آلمان به خاک پولشا سپتامبر سال 1939 شروع شده با شکست رژیم نازی آلمان در ماه می و تسلیم ژاپن در ماه سپتامبر سال 1945 به آخر رسید. بر اساس حساب‌های مختلف با مرگ تا 80 میلیون ساکن سیاره اساساً اروپا انجامید. جنگی که در پیش خریطه سیاسی جهان هم دیگر شد، جان نه کمتر از 100,000 ساکن تاجیکستان را هم گرفت. 9 می سال 1946 نقاش تاجیک سبزعلی شریپов تولد شده است که با رسمکشی و کاشیکاریش نام برآورده است. آرایش مهمانخانه تاجیکستان، بینای سیرک دولتی، کاخ باربد، نقاشی‌های داخلی تالارهای تئاترهای به نام لاهوتی و اپرا بالت تاجیک تنها چند نمونه آثار این نقاشی معروف می باشد.
صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 118 سومانی برابر است $100 آمریکایی باشد تا 1088 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. تشکر که برنامه‌های رادیوی آزادی را پیگیری می‌کنید.